بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من رسالة شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از شروط الصلاة، از رساله شروط الصلاة یعنی شرط‌های نماز، از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی. و ما در درس‌های گذشته گفتیم که شیخ الاسلام می‌فرماید شروط الصلاة 9، یعنی شرط‌های نماز از 9 تا عبارتند و اختصاراً آنها را ذکر کرده گذاشتیم. شکلی که شیخ الاسلام گفته است که الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازاله النجاسه وستر العوره ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. و شرط یکم را نیز گذاشتیم که از چه عبارت بود؟ الاسلام، الشرط الاول الاسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل، ودليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و در بعضی نسخه ها با یک آیت دیگه هم آمده است، اما نسخه اساسی که من حوض خواندم تو همین است. خب و شرط دوم چیست؟ الشرط الثاني، شرط دوم العقل، یعنی همون کسی که نماز میخواند باید که عقلش در جوش باشد. و ضده الجنون، و ضد عقل این دیوانگی است. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، شخصی دیوانه را از او قلم برداشته شده است تا به هوش نآید. فهمیدید؟ یعنی تا آن دمی که بیهوش است، عقل او در جوش نیست، یعنی قلم از او برداشته شده است. معناش چی است؟ یعنی یگون گناه به مقابل او نوشته نمی شود، بر ضرر او یعنی که گناه نوشته نمی شود، زیرا که دیوانه است. مثلا دیوانه شده مثل می شود که یک از واقعا دیوانه شده است، یا که مثال گیریم بعضی بیماری های اپیلیپسی دارد، تو قاقش میگون چیزی میگون، وقتی نمازنده یکی هوش میرود، بر دورزن کرده ایسوسو دیوانگی میکند، و یکی میبینید با چه به هوش میآید. همون وقتی که به هوش آمد، انا همون وقت یعنی که نماز خواندن اجازت است. یا که از عقل بیگانه میشد به سبب چه؟ یگون چیزی مدهوش کننده استعمال کند، یا که مثل گرم او را جراحت در آوردن و چیکار کردن، چیزش نارکوس می چیزش دادن، از هوش رفت با او، یعنی که در همون حین چه نماز واجب نمی شود تا به خود نآید. یا که بیهوشه از عقل بیگانه شدن در قطار این شخصی میزده هم می شود، یعنی کسی که مثل عرق نوشیده است و هم از عقل بیایم در قطار همین دیوانه است که از دیوانه هم بدتر است. دیوانه که خیلی کن و هم خیلی مثال یکون برای یکون سبب مخیل شده، اما این قصدن خودش عرق نوشیده خودش در قطار دیوانه ها قرار می دهد. خلاص شرط دوم باید که عقل در جاش باشد، که عکس او دیوانگی است گفتیم، و دیوانه را از او قلم برداشته شده است حتی یفیق، تا به خود آمده نشد. و دلیل حدیث رفع القلم عن ثلاثه، النائم يكي النائم رمشفت النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. نعم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در این حدیث که قلم را از 3 طایفه انسان ها برداشته شده است، یعنی چیکاری که کنن به اونها و مقابلشون نوشته نمی‌شود. النائم شخصی خواب رفته، خواب کردگی است، حتی یستیقظ، تا بیدار شده نشه، تا بیدار شده نشه. و المجنون و دیوانه حتی یفیق، تا به خود آمده نشه. و الصغیر شخصی خرد حتی یبلغ، تا به بلاغت رسیده نشه. یعنی تا حین بلاغت رسیدن اون معنا ندارد که اکنون فرزندان نماز خوان نکنی یا که بی اهمیتی کنی. و در شرط سوم بعد ذکر میکنن پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکل حدیث میگه که فرزنداتون نماز خوانند در سن 7 سالگی امر کنید، در سن 10 سالگی اونها را لعن کنید اگر نماز خوانند. فهمیدید؟
و این حدیث صحیحش میگن اخرجه احمد و ابو داود و ابن ماجه، اینها روایت کردن من اوجه يعضد بعضها بعضا عن علی، یعنی از هر وجه این حدیث روایت کرده شده است که بعضی دیگران چیکار من تقویه میدهد، یعنی به هر نمود اسناد روایت کرده شده است از علی رضی الله عنه روایت کرده میشه. و اخرجه النسائی و ابن ماجه و نسائی و ابن ماجه و دیگرها از عایشه رضی الله عنها هم روایت میکنند و سنده صحیح، سند این حدیث صحیح است. و فی الباب عن ابي قتاده و ابي هريره و ثوبان و ابن عباس و شداد ابن اوس و غیرهم. و در همین باب یعنی که از ابو قتاده و ابو هريره و ثوبان و ابن عباس، یعنی عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب و شداد ابن اوس و دیگران روایت کرده است. برای خاطر با پرگی یا که برای خاطر معلومات بسیار میتونید گفته است چیکار کنید، نصب رایه گفتی کتاب نگاه مجموع زواید و حدیث را یعنی که علامه شیخ البانی و همچنین شیخ ما الله یعنی که او را رحمت کرده باشد، یعنی مراد از شیخ ما شیخ مقبول در نظر داریم. شیخ مقبول اینا نیست چیکار کرده صحیح و تقویه داده است. میتونید برای معلومات پره کتاب شیخ البانی الارواء دیدن ممکن است. خلاصه یعنی که این حدیث دلیل شده است برای خاطر شرط دویم عقل بودنش. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.